لعنت به آن پیامک ناشناسی که زندگیم را نابود کرد. همسرم با خانم منشی روی تخت من بود که دختری 17 ساله که با پوششی نامناسب در خانه حضور داشت ملتمسانه به گریه افتاد که نمیدانست رحیم متأهل است. شما وارد صحنه جرم شده اید. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون صحنه جرم خوش آمدید. زن جوان درباره سرگذشت خود گفت پدر و مادرم که فرهنگی هستن خیلی علاقه داشتن من تا مدارج علمی بالا تحصیل کنم، اما زمانی که 15 سال بیشتر نداشتم عمویم مرا برای پسرش خواستگاری کرد. وقتی پدرم به او پاسخ منفی داد، 5 عموی دیگرم یک صدا پدرم را به باد انتقاد گرفتند که رحیم را به خوبی میشناسیم و نیازی هم به تحقیق نداریم، از سوی دیگر فامیل هستیم و آبروی یکدیگر را حفظ میکنیم. خلاصه پدرم در حالی با این ازدواج موافقت کرد که من نه تنها چیزی از ازدواج نمیدانستم بلکه از رحیم نیز خجالت میکشیدم و نمیتوانستم با او به راحتی حرف بزنم. ولی او که 23 سال داشت، جوانی سر و زبوندار بود و بدون شرم و حیا همه حرفایش را بازگو میکرد. هنوز بیشتر از 2 ماه از مراسم عقدمان نگذشته بود که رفتارهای رحیم به طور کلی تغییر کرد و بسیار بد اخلاق و پرخاشگر شد. وقتی به خانواده یا عموهایم اعتراض می‌کردم، آنها هیبت مردانگی را دلیل پرخاشگری نامزدم می‌دانستند. رفتارهای او بعد از آغاز زندگی مشترک نیز تغییری نکرد و همواره به بهانه خستگی و کار زیاد مرا نادیده می‌گرفت، به گونه‌ای که شاید روزی 10 دقیقه فرصت صحبت کردن با او درباره موضوعات روزمره را پیدا می‌کردم. در همین روزها دوران بارداری را پشت سر می‌گذاشتم که روزی مدعی شد برای عقد قرارداد کاری و برای 1 ماه به تهران می‌رود. من هم که تنها بودم به خانه مادرم رفتم، ولی 1 هفته بعد زمانی که برای خرید سیسپونی به بازار رفته بودم، ناگهان رحیم را در کنار یه زن غریبه دیدم. باورم نمی‌شد. بلافاصله با تلفن همراهش تماس گرفتم، اما او رد تماس داد. این ماجرا به معمای عجیبی برایم تبدیل شد و با آنکه از نظر روحی به هم ریخته بودم ولی چیزی به مادرم نگفتم. بازم طاقت نیاوردم و به همسرم پیام دادم که رسیدی؟ بلافاصله پاسخ داد تازه رسیدم و فردا به دنبالت میآیم. حالا حس عجیبی داشتم و سوءظن به جانم افتاده بود. روز بعد وقتی برای استحمام رفت، پیام‌هایش را بررسی کردم و متوجه شدم با زنی ارتباط دارد. گریه کنان خانه را ترک کردم و به منزل پدرم رفتم. 3 هفته بعد در حالی که ماجرای ارتباطش با یک زن غریبه را نمیتوانست انکار کند، به خانه پدرم آمدم و ادعا کرد اشتباه کرده است و دیگر هیچگاه این رفتارها را تکرار نمی کند. به همین دلیل من به خانه بازگشتم و همه چیز را فراموش کردم تا اینکه وقتی برای گرفتن داروها دختر 8 ماهم به داروخانه در مرکز شهر رفته بودم، ناگهان زنگ تلفن همراه رحیم که درون خود رو جا گذاشته بود به صدا درآمد. وقتی نام مخاطب عشقم را دیدم، بیدرنگ کلید پاسخ را فشار دادم. زن جوانی با لحنی بسیار زننده از آن سوی خط گفت رحیم جان کی میرسی؟ ناگهان بغضم ترکید و زمانی که همسرم با داروها وارد خودرو شد و گفت 1000 تا کار دارم، مرا علاف کرده ای، دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و فریاد زدم حالا به خاطر دختر بیمارت 10 دقیقه دیرتر به عشقت میرسی. همسرم با شنیدن این جمله محکم با پشت دست به دهانم کوبید و خون صورتم را پوشاند. از همونجا به خانه مادرم رفتم و ماجرا را بازگو کردم، اما چند روز بعد از بخت و اقبال بعدم متوجه شدم باردار هستم. بالاخره 1 ماه بعد با وساطت عموهایم به خانه بازگشتم، اما تا روزی که فرزندم به دنیا آمد با هم قهر بودیم و فقط بنابر ضروریت به یکدیگر سخن میگفتیم. حواسم را جمع کرده بودم تا بهانه‌ای دستش ندهم. با وجود این او به بهانه اخراج 2 تن از کارمندانش شبها را در شرکت میخوابید. ادعا میکرد باید خودش بیشتر کار کند. میدانستم به من دروغ میگوید، اما
هر بار که تماس میگرفتم در دفتر کارشون. با خودم فکر کردم نباید به این سوء ظن‌ها ادامه بدم. به همین دلیل شرایط زندگی ما بهتر شد، به گونه‌ای که بنا به درخواست رحیم سدانگ از منزلی که مهریه‌ام بود به او بخشیدم تا مشکلات مالیش را برطرف کند. در این روزها مدام مرا به خاطر نداشتن فرزند پسر تحقیر میکرد و میگفت آرزو دارد پسری هم به دنیا بیاورد، چرا که 2 فرزند دیگرم دختر بودند. در این شرایط روزی پیامکی از یک فرد ناشناس برایم ارسال شد با این مضمون که همسرت با دختر منشی دفترش ازدواج کرد و تصاویری هم از ارتباط آنها برایم فرستاد. وقتی به حقیقت موضوع پی بردم و دلیل شبخوابی در دفتر کارش را فهمیدم، دوباره به خانه مادرم رفتم و تصمیم جدی به طلاق گرفتم. عموهایم نیز با دیدن فیلم ها دیگر حرفی برای گفتن نداشتند، اما باز هم فهمیدم که دوباره باردار شدم و جنینم پسرم. رحیم با شنیدن این موضوع مدعی شد باید آزمایش ژنتیک بدهیم، چرا که به من تهمت ناروا میزنند. در این وضعیت با شکایت قانونی به خانه‌ام رفتم تا مأموران همراه هم رحیم را دستگیر کند، اما او از پنجره گریخته بود و دختری 17 ساله که با پوششی نامناسب در خانه حضور داشت ملتمسانه به گریه افتاد که نمیدانست رحیم متأهل است. دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو در کامنت با ما به اشتراک بذارید. این ویدیو صرفاً جهت آگاهی بخشی شما عزیزان تهیه شده است. راستی پیشنهاد میکنم ویدیو قبلی کانال هم تماشا کنید. ممنونم از نگاهتون.